با نزدیکشوی عید قربان در شهر کراچی پاکستان زمان تماشای یک چاره‌بینی عجیب فرا می رسد. ساکن محله ناظم آباد این شهر سعید ایجاز احمد در عرفه عید چاروای قربانی را توسط کرن از بینای 4 طبقه به زمین می فرارد. طبق عادت صدها ساکن محله فراوردن گاوهای 500 کیلوگرمه را تماشا می کنند. وقتی من چاروا میخرم آن خرد است و توسط زینه ها به بام بینا خودش میبراید. بعد 1 سال پرورش این چاروا دیگر از در خانه نمیگذرد. از این رو من کرن دعوت میکنم. این وظیفه سرمسئولیت را محمد حنیف بر دوش گرفته است. من 18 سال باز این چاروا را با کرن به زمین میفرارم. وقتی بار اول این کار را اجرا میکردم ترسیده بودم که چاروا از بند رها شده بالای مردم میافتد و یا به سیم برق میرسد. حاضر این عمل را بدون ترس و وهم اجرا میکنم. احمد بام خانه‌اش را به یک پرورشگاه بزرگ چاروا تبدیل داده است. امسال او گوشت 5 گاو و 1 بقه را در بین نزدیکان و همسایه ها و به ویژه مردم نیازمند تقسیم می کند. در عرفه عید قربان که یکی از 2 عید مهمترین مردم مسلمان به شمار می رود، عادتاً در پاکستان تقاضا به گوشت افزایش یافته، نرخ آن هم بالا می رود. احمد می گوید استفاده بام برای پرورش چاروا از نقطه نظر اقتصادی برایش مفید است.